سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود و سلام میفرستم به یکایک شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی برنامه علامت سوال. بسیار خوشبخت هستیم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم، مستقیما از استودیوی لندن در 90 دقیقه آینده، و خدا رو شکر میکنیم برای فرصتی که دوباره پیش اومد که مهمون شما عزیزان باشیم. امیدوارم که هر کجا که هستید در سلامتی باشید عزیزان، و ممنون و تشکر از اینکه برنامه خودتون رو انتخاب کردید و با هم خواهیم بود در 90 دقیقه آینده. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده در حال پخش هست از طریق ماهواره یاست و شبکه سات7 پارس. همچنین شما میتونید برنامه رو بر روی یوتیوب سات7 پارس هم تماشا کنید به صورت پخش زنده، و همچنین از طریق اینستاگرام و فیسبوک سات7 پارس، اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال هم میتونید برنامه رو همین الان تماشا کنید. از طریق تمامی این راه ها میتونید شما از آن با ما در تماس باشید. از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب پیغام های نوشتاریتون رو میتونید بفرستید. همچنین از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام هم میتونید برای ما پیغام های نوشتاریتون رو بفرستید. با شماره تلفن 2035 79 99 37 772 که بر روی گیرنده‌تون میبینید. از طریق این شماره میتونید با ما در تماس باشید عزیزان. میدونیم که همچنان مشکل اینترنت هست در ایران و شاید دوستان عزیزی باشن که دسترسی نداشته باشن به اینترنت، اما امیدوار هستیم که این مشکل هر چه زودتر حل بشه و بتونید با شما عزیزان همراه باشیم و در طول برنامه شما هم بتونید نظرات خودتون رو و درخواست‌های دعاتون رو، شهادت‌هاتون رو با ما در میان بگذارید، همچنین سوالاتتون رو. شما عزیزان همچنین میتونید از طریق شماره تلفن واتساپ، شماره تلفن مخصوصی هست که برای واتساپ هست که البته بعد از نیم ساعت اول برنامه گرفته میشه. از این طریق میتونید مستقیما زنگ بزنید، به استودیو وصل بشید و سوالاتتون رو مطرح کنید با شماره تلفن 2044 751 32 49 482. این شماره تلفنی هست که فقط مخصوص تلفن زدن هست و از طریق واتساپ هست. این شماره تلفن با شماره قبلی که برای شما از آن خوندم که برای پیامک فرستادن هست کاملا متفاوته. همونطور که گفتم برای گیرندتون در طول برنامه خواهید دید و میتونید از این طریق با ما در تماس باشید. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال مخصوص سوالات شما عزیزان هست، پس فراموش نکنید اگر هر سوالی دارید، چه در ارتباط با موضوع برنامه که در نیم ساعت اول با مهمان عزیز برنامه خواهیم داشت، چه در ادامه هر موضوع دیگه ای هست، میتونید با ما مطرح کنید و مهمان و کارشناس عزیز برنامه جوابگو خواهند بود. همچنین درخواست های دعاتون رو دوستان شما میتونید درخواست های دعاتون رو برای ما بفرستید و در آخر برنامه وقتی رو ما خواهیم داشت مختص درخواست های دعایی که شما فرستادید در طول برنامه و برای شما از آن در دعا خواهیم بود. همچنین شهادت هاتون رو، اگر شهادتی دارید، اگر دستان خداوند رو در زندگیتون به هر طریقی دیدین، کنترل خداوند رو و صدای خداوند رو شنیدین و کارهای خداوند رو و معجزات خداوند رو، از شما خواهش میکنیم که با ما به اشتراک بگذارید. اگر نمیخواید که اسامیتون خونده بشه، میتونید با قید اینکه دوست ندارید که اسمتون گفته بشه برای برنامه علامت سوال بفرستید و با دوستان عزیز بیننده به اشتراک گذاشته خواهد شد، چون ما قسمتی رو در برنامه زنده خواهیم داشت برای شهادت های شما عزیزان که مطمئناً میتونه باعث برکت همه ما باشه. بریم با هم یک بار دیگه راه های ارتباطی با برنامه رو ببینیم، برمیگردیم همراه با مهمان عزیز برنامه با شما خواهیم بود.
بله، راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم عزیزان. همونطور که خدمت شما گفتم مهمان بسیار عزیزی داریم. خواهر لویز مخوف عزیز با ما هستن. عرض سلام دارم خدمتتون خواهر لویز جان و خیلی خوش اومدید به برنامه علامت سوال. همینطور به بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. حقیقتاً خیلی خیلی خوشحال هستم دوباره در خدمت شما عزیزان هستم، به خصوص این روزها همه ما، نه بگم هر از گاهی بلکه هر روز به یاد شما عزیزان هستیم، هم صدا با شما عزیزان هستیم، براتون مرتب دعا می کنیم و از هیچ کاری برای اطلاع رسانی در سطح جهانی در واقع میتونم بگم کوتاهی نمی کنیم. من حقیقتش امروز یک آیه‌ای فکرم رو مشغول کردیدم چقدر وضعیت موجود ایران هستش این مسئله، و اینو ما توی امثال 29 آیه 16 این رو در واقع بهش برخورد کردم. میگه چون شریران افزوده شوند تقصیر زیاده میگردد. منظورش اینه که وقتی که شریران بر سر قدرت میان بیقانونی و گناه زیاد میشه. من داشتم فکر میکردم چقدر الان وضعیت ایران به این آیه میخوره. ما یادمون باشه، فراموش نمی کنیم چیزی رو که در دانیال باب 10 میخونیم که دانیال وقتی که تصمیم گرفت برای دعا و به حضور خدا واسطاد، ما میبینیم که در روزه 3 هفته طول میکشه، 21 روز طول میکشه تا جواب دعا براش بیاد، و فرشته ای که برای جواب دعا فرستاده شده بوده با میگه رئیس مملکت فارس مقاومت کرد. یعنی رئیس مملکت فارس نمیذاشت این فرشته جواب دعا رو به دانیال برسونه. و واقعا یادمون باشه که چه روحی در ایران داره سلطنت میکنه، اینطور بگم حکمرانی میکنه، برای اینکه این از سرکرده های فرشتگان سقوط کرده است. این روح یه روح باستانیه و دستبردار نیست. این رژیم بدون اینکه شاید هم خودش متوجه باشه یا نباشه، نمیدونم، نمیتونم از طرف اونا چیزی بگم، ولی واقعا میبینیم که شدن ابزار اجرایی این روح و مرتب با کنترل، با ظلم، با هر گونه جنایتی که میشه دارن به اصطلاح ادامه میدن در این مسئله. تو اشعیا 10:22 میگه که هلاکتی که مقرر است به عدالت جاری شود. واقعا دعای من و همه ما اینه که دادخواهی، این خدای عادل دادخواهی بکنه برای ملت ایران و به عدالت وارد صحنه بشه و دادخواهی عادلانه رو اجرا کنه. واقعا دعای من برای همه ما همینه. آمین آمین میگیم ما هم به دعای شما و تمام ایمان ما هم همین هست که خدای عادل به هر حال این عدالت رو جاری بسازه. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان از کلام پربرکتی که همون اول برنامه برای ما آوردید. اما ما قرار هست که در برنامه امروز در ارتباط با خلقت تازه صحبت کنیم. خب خلقت تازه جزء، حالا نمیدونم بگم اصطلاحات یا جزء به هر حال مواردی هست که ما زیاد در ایمان مسیحی میشنویم، در مسیحیت. شاید یعنی در واقع ما در هیچ مذهب یا اعتقاد دیگه‌ای به این مسئله اشاره نشده و نشنیدیم. و در کنارش شاید در رابطه با تولد تازه ما میشنویم. من فکر کردم که اول برنامه خوب هست که یک تعریف داشته باشیم در ارتباط با خلقت تازه و اینکه آیا خلقت تازه همون تولد تازه است یا نه، با هم فرق میکنه. بله، امروز میخوایم از خلقت تازه صحبت بکنیم. همونطوری که مشخصه از عنوان این برنامه، از خلق شدن، از آفرینش صحبت میکنه. خلقت مربوط به آفرینشه و میدونیم که خدای ما خدای خالقه و مرتب خلق میکنه. ما 2 واژه داریم در کتاب مقدس که تولد تازه است، خلقت تازه است. ما برخورد میکنیم آیا این 2 فرق دارن با هم دیگه؟ همطور که گفتید آیا شبیه هم دیگه هستن؟ خب تولد تازه در مورد دوباره به دنیا آمدن صحبت میکنه.
ولی اون یکی خلقت تازه داره از آفرینش تازه صحبت میکنه، تولد تازه، خلقت تازه. ببینید ارتکاب گناه در باغ عدن یه چیزایی رو وارد کرد، یه چیزایی رو خارج کرد که مقدار میخوایم این رو امروز صحبت بکنیم. وقتی گناه وارد باغ عدن شد، فیض خدا، محبت خدا، لازمه صلیب، رحمت خدا، رحمتی که بخشاینده است، میبخشه گناهان رو، اینها رو وارد کرد به اصطلاح به زندگی ما و کاری کرد که از طریق خون مسیح ما وارد خانواده الهی بشیم. در واقع در ما یک امیدی برای حیات ابدی، برای یه زمینی جدید، آسمانی جدید، شهری جدید، همه در ما یه امیدی ایجاد کرد. خلقت تازه هم میتونه اون چیزی باشه که اتفاق افتاده و ما داریم الان اونو زندگی میکنیم، هم میتونه اون چیزی باشه که قراره در آینده اتفاق بیفته. و خلقتی که در آفرینش اتفاق افتاد به این شکل، ما در باب 1 و 2 پیدایش میبینیم که خدا آسمان ها، زمین، موجودات، اینا رو همه رو خلق میکنه و میبینیم که اینها رو در باغ عدن میذاره و ما در باغ عدن میبینیم درخت حیات هست، نهر حیات هست یا نهرهای حیات، به هر حال اسم میبره از نهرها اونجا. و بعداً میبینیم در باب 3 پیدایش میبینیم که مار به اصطلاح زن رو فریب میده و به هر حال گناه صورت میگیره و اون وقت در باب 4 ما میبینیم که عواقب این گناه هست و بعد یه دوره‌ای میاد، یک زمانی هست که انسان از به اصطلاح باغ عدن رانده شده، رو زمین داره کار میکنه و ما دوران نوح رو میبینیم، طوفان نوح رو میبینیم گناه انقدر زیاد شده که داوری بر گناه میاد به عنوان طوفان نوح. اون وقت ادامه پیدا میکنه از طریق ابراهیم، اسحاق، فرزند وعده. ما میبینیم که همینطور جلو میایم، صلیب، در واقع عیسی مسیح به شکل خدای مجسم وارد میشه. حالا من اینا رو به شکل خیلی فشرده دارم میگم و صلیب انجام میشه. وقتی که صلیب به اصطلاح کار صلیب، اون کار کفاره انجام میشه، چون لازمه پاکی گناهان کفاره هستش و خون هستش، ریختن خون. و وقتی که این عمل انجام میشه ما ببینیم کلیسا تشکیل میشه، یک جامعه‌ای تشکیل میشه و در این جامعه نه تنها قوم یهود بلکه اقوام غیر یهود هم وارد این خانواده الهی میشن. اون وقت ما میبینیم که در آخر در باب 21 مکاشفه اونجا ما میبینیم صحبت از فدیه خلقت میشه، داره صحبت از در واقع یک دنیایی بازم داره صحبت میکنه، آسمان جدید، زمین جدید، اورشلیم جدید به عنوان شهری جدید. و بعد میبینیم در این شهر باز درخت هست، باز نهر هست، گرچه اونجا میگه که در این شهر دریا نیست، منظور دریای چیز که این چون بر میگرده به باب 13 مکاشفه که اونجا در مورد وحش صحبت میکنه که این وحش از دریا بالا میاد و اینا. به هر حال حالا اینا چیزایی هست که عزیزان بیننده بهتره بخونن این رو، ولی این اشاره به اون دریا میکنه. ولی نهر هست، منظور به این نیست که حالا آبی نبوده در این شهر. در حال صحبت از یه چیز جدید میکنه که در اونجا یک سیستم جدید اجرا میشه، برقرار میشه، وارد میشه. ما میبینیم اونجا میگه اشکی نیست، غمی نیست، نمیدونم مریضی نیست و میخونیم میبینیم که از نظر خیابونها، از نظر در و دیوار و به قول معروف زندگی اینا چه جوری هستش.
ما این رو در آخر مکاشفه میبینیم. پس یک چیزی خدا یک خلقتی در ابتدا انجام میده و یادمون باشه این خلقت خدا میگه خدا دید و نیکوست، گفت نیکوست. این همون خلقته که حالا روز به روز بر اثر گناه انسان رو به فساد داره میره و اینطور که الان دور و برمون نگاه میکنیم داره روز به روز این به سوی فساد بیشتر و بیشتر داره جلو میره و به یک مرحله رسیده که انگار طبیعت هم حتی طغیان کرده، همه چیز در طغیان هستش. پس لازمش اینه که به اصطلاح همه چیز وارد این فدیه بشه. حالا توضیح خواهم داد. همطور که گفتم اون خلقتی که اتفاق افتاد در ابتدا نیکو بود ولی تحت تاثیر گناه واقع شد. ولی اون چیزی که در کلام ما میخونیم اینه که این قرار تازه بشه و فدیه داده بشه. حالا علیرغم اینکه فساد خیلی قابل مشاهده هست ولی به نوعی میتونیم بگیم که این خلقت تازه الان در دنیا هست. نمونهش من و شما هستیم. ما هستیم به عنوان فرزندان خدا از طریق حضور روح القدس روی زمین که این روح القدس همینجوری بی تفاوت و به قول معروف راکد نمیمونه بلکه داره زندگی ها رو تغییر و تبدیل میده و ما داریم این رو عملاً تو زندگی تجربه میکنیم. میتونیم بگیم که فرزندان خدا این خلقت رو الان در راستای تولد تازه، با اون چیزی که شما اشاره کردید سلی جان که آیا تولد تازه خلقت تازه یکی هستن، میتونیم بگیم فرزندان خدا این خلقت تازه رو در اون راستای تولد تازه در مسیر همشکل شدن با عیسی دارن اینو روزانه تجربه میکنن. ولی کماکان فرزندان خدا به همراه طبیعت منتظر فدیه هستن. ما یه خلقت تازه رو از طریق تقدیس روح القدس تو زندگی شخصی داریم و اینکه در نهایت همه چیز از جمله طبیعت، کائنات، همه چیز تازه خواهد شد و تغییر و تبدیل صورت خواهد گرفت. این انسانیت تازه در انسان که هست از طریق عیسی مسیح است، چون او انسان تازه کلام خدا بهش اشاره میکنه. ما در کولسیان یک اصطلاحی هست اونجا آدم اول بعد آدم دوم. پولس در اونجا از عیسی به عنوان نوبر خوابیدگان، یعنی کسی که نوبر هست، اولین کس هست از کسی که مرد و قیام کرد، اولین رستاخیز از مرگ به وسیله اراده پدر. پس اون بدن جسمانی عیسی که از آدم اول بوده ما میبینیم که به بدنی پرجلال بعد از قیام تبدیل شد که مسیح در آسمان بعد از قیامش الان داره سلطنت میکنه و برای من و شما شفاعت میکنه. و وقتی که میرفت بالا کلام خدا میگه که او روح القدس رو به کلیسا داد، میگه در آنها دمید. و بعد ما میبینیم که در باب 2 پنتیکاست میبینیم که روح القدس به کلیسا داده میشه و کلیسا بنیادش گذاشته میشه، تأسیس میشه، در واقع به عنوان یک بنیادی تازه، به عنوان یک خلقتی تازه. عیسی به عنوان یک انسانی جلال یافته ما میبینیم در این کلیسا باز خواهد آمد. ایمان بر اینه، چون که فرشتگان به شاگردان گفتن همینه که میبینی که بالا میره این باز خواهد گشت. در روز صعودش این رو گفتن و تمامی آفرینش رو از انسان و طبیعت و کائنات فدیه میده تا جلال خدا خلقت رو پر کنه. این خلقت تازه الان زندگی ماست، الان خدمت ماست، الان رسالت کلیساست. این یک فرایندیه، این یک نقل و انتقالی هست از کهنه به تازه و در حال تداومه. یعنی یه چیزی شروع شده و قراره یه چیزای دیگه هم اتفاق بیفته و این الان همینطور به شکل یک فرایند جلو رونده است در تداوم. وقتی یک کسی وارد ملکوت خدا میشه در واقع ملکوت خدا اومده و طبیعت هم تدریجا وارد این تازگی خلقت میشه. بله. البته یه مکالمه داریم در باب 3 یوحنا که در مورد تولد تازه هست و اونجا یک مکالمه جالبیه که فکر میکنم
یه خورده بعد بهش ادامه بدیم. حتما. خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز عزیز از توضیحاتی که دادین. اگه اجازه بدین یک تنفس خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. با ما باشید. اینجا استودیوی لندن هست. درود فراوان خدمت یکایک شما دوستان عزیز. ما در این برنامه به صورت پخش زنده در ارتباط با دفاعیات مسیحی به بحث و گفتگو می‌پردازیم. کارشناسان کتاب مقدس رو دعوت می‌کنیم. سلام برادر ادوارد، سلام برادر سرگیس عزیز، سلام خواهر لویز عزیز، سلام کشیش کیوان، سلام کشیش امید، سلام کشیش فریدون. خیلی خوش اومدین و به سوالات شما پاسخ میدیم. در ادامه برنامه علامت سوال با شما عزیزان هستیم در ارتباط با خلقت تازه همراه با مهمان از برنامه خانم لویز مخوف. با شما دوستان و شما هم میتونید اگر در این مورد در ارتباط با موضوع برنامه نظری دارید، صحبتی دارید، سوالی دارید، حتما برای ما به صورت نوشتاری بفرستید و همچنین تلفن برنامه تا 15 دقیقه آینده باز خواهد شد و اگر در ارتباط با موضوع برنامه و یا هر موضوع دیگه ای سوال و نظر دارید خوشحال میشیم از شما بشنویم. خواهر لویز جان، شنیدیم از شما در ارتباط با خلقت تازه و در واقع ربط اون با تولد تازه و حتی تفاوتش با تولد تازه. ممنون، مرسی از توضیحاتی که دادید و میدونم که میخواستید به مورد دیگه اشاره کنید، اما قبل از اینکه حالا شما بحث رو ادامه بدید من فقط این سوال رو هم میخواستم بپرسم که مطمئنا در ادامه از شما بشنویم. اینکه خب وقتی در رابطه با خلقت تازه صحبت شد، یه آسمان جدید، زمین جدید و خیلی چیزها و همونطور که شما اشاره کردین و در کتاب مقدس اومده جدید و تازه خواهد شد، آیا اینها به صورت طبیعی یعنی دیده میشه، یعنی واقعا اتفاق میفته؟ 100% من ایمانم بر همینه. البته توضیح خواهم داد این رو. ما یه مکالمه جالبی در باب 3 یوحنا هست بین عیسی و نیقودیموس. عیسی اونجا کلمه تولد تازه در واقع راجع به میگه از سر نو مولود شدن، میگه دوباره باید متولد شد از آب و روح. عیسی این رو استفاده میکنه، میگه که این راه ورود به پادشاهی خدا هستش. ما قبلا تو برنامه‌های قبل توضیح دادیم که این یک رونده، یه فراینده که از نجات شروع میشه، رشد میکنه، به بلوغ میرسه و مخصوص مسیحیاست. هدفش هم غلبه بر طبیعت کهنه و همشکل شدن با مسیح هستش. این یعنی همشکل شدن با مسیح در واقع روز به روز انجام میشه، مربوط به زندگی روزمره هر مسیحیه. اونجا عیسی به نیقودیموس یک حرفی میزنه جالبه، میگه که باید از سر نو مولود گشت. بعد در صحبت اینها به نیقودیموس برمیگرده، میگه آیا بهش میگه تو معلم اسرائیل هستی و اینو نمیدونی؟ در واقع داره بهش اینو میگه تو به عنوان معلم اسرائیل باید این مسئله رو دونسته باشی، تو باید اینو تعلیم میدادی. برای این که در عهد عتیق نسبت به این مسئله صحبت شده. ببینید راجع به عهدی تازه داره صحبت میکنه. تو ارمیا 31 قشنگ میگه از عهدی تازه که بر دلها نوشته میشود صحبت میکنه که البته این مسئله فراتر از فقط تولد تازه است. خب ببینید اشعیا 65 زیباترین جایی هست به غیر از مکاشفه 21 میتونم بگم که در مورد این خلقت تازه زیبا صحبت میکنه. میگه اینک من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و از چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت. پس ما میبینیم که این خلقت تازه در بعد جهانی و بیشتر از انسانه، چون داره صحبت از آسمان و زمین جدید میکنه. بعد میگه در مکاشفه همون 21 باز همین مسئله تکرار میشه با جزئیات در این مورد.
یعنی خلقت تازه شامل آسمان و زمین و کلیسا و طبیعت و کائنات و همه چیز است، همونطور که گفتم. و این در رابطه، ببینید یه جمله هست تو کتاب مقدس زیاد تکرار میشه، به خصوص در عهد عتیق، میگه روز خداوند فرا رسد. چون روز خداوند، این در رابطه با فرا رسیدن روز خداونده. مسئله اون داوری هست که در واقع، پس ما میبینیم کار فدیه مسیح یک نتایجی فراگیر داره، همه چیز رو زیر پوشش میگیره. چون که با گناه انسان، نه تنها انسان، همه خلقت در واقع رفت زیر لعنت. پس فدیه نه تنها شامل انسان باید بشه، بلکه تمامی آنچه که زیر لعنت رفت باید شامل این فدیه باشه. ما اینو در رسالات پولس به خوبی میبینیم که صحبت از مصالحه میکنه در دوم قرنتیان باب 5. یک مسئله مصالحه یعنی آشتی، در واقع یه آشتی که کار فدیه مسیح به همراه آورد. یه چیزی که جدایی درش افتاد الان قرار دوباره وصل بشه. کولسیان اینو تاکید میکنه باب 1 کار مسیح رو، که با گناه انسان خدا به عنوان خالق همه آفرینش وقتی که گناه صورت گرفت همینجوری به حال خودش انسان رو رها نکرد و خلقت رو، طبیعت رو رها نکرد، فراموش نکرد، بلکه در مسیح و در صلیب او یک کاری فراگیر و مهم انجام داد. خلقت رو فدیه داد. آنچه در خلقت تازه بیان میکنه اینه که نمیگه که خلقت اول یک کار اشتباه بود، چون که گفت دید و نیکوست، حالا که وارد به اصطلاح مرتکب گناه شده پس الان دیگه فاسد شد و دیگه تموم شد، ارزش رهایی و فدیه رو نداره. در حالی که اینطور نیست. ما میبینیم که این خلقت برای خدا اینقدر ارزش داره که یک نقشه رهایی بسیار دقیق و منظم طراحی میکنه. در واقع داره، یه برنامه نهایی داره و میخواد فدیه و رهایی بده. خدا خودش خالق تولد تازه و همینطور خلقت تازه هست. ببینید پولس یک آیه بسیار کلیدی در اول قرنتیان 5:17 میگه، دوم قرنتیان در اول قرنتیان 5:17 میگه پس اگر کسی در مسیح باشه خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. ببینید این کلمه همه چیز فراگیره، همه چیزه، و در مورد چیزهای کهنه باز فراگیره، همش شامل هست، و چیزهای تازه. در رومیان 8 این مطلب رو اینطور عنوان میکنه، میگه زیرا که انتظار خلقت منتظر پسران خدا میباشد، زیرا خلقت مطیع بتالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. خیلی مهمه. این خلقت جسمانی نیست، این خلقت روحانیه، اما این خلقت یک زندگی جدید در مسیر و یک هدف جدیده، قابل رؤیت، خودجوشه. برای این که وقتی خلقت اطراف ما همه چی داره عوض میشه، ما شاهد فسادش هستیم. به همین نسبت که شاهد فسادش هستیم، پس ما شاهد فدیه او هم خواهیم بود در نهایت. این در واقع قابل تجربه است، چه در زندگی شخصی خودمون و چه در دور و بر ما. پس این خلقت اصلا کار ما نیست، ما خالق نیستیم، خدا خالقه، و آنچه که صورت میگیره مرئی هست. در شخص اولین جایی که خودش نشون میده در خانواده هست و اعضای خانواده دور و اطراف متوجه میشن و این تولد به اصطلاح روحانی، این تولد تازه در همه جنبه‌های زندگیش دیده خواهد شد. در به اصطلاح ما در این مورد، در مورد ثمره روح، راجع به عطایای روح اینا قبلا صحبت کردیم، گفتیم که اینها رو نمیشه پنهان کرد، چون یه چیزی از درون شروع میشه خود به خود پس راکت نیست و این فعال پویا هست، خودش رو نشون میده.
و در همه جنبه‌های زندگیمون، تو افکار ما، تو زبان ما، تو دل ما، گوش، چشم، خلاص تمامیت ما رو، تو روابط خانوادگی، روابط زناشویی، کار، محیط اطراف، حتی در مسئله اطاعت و محبت که در رساله افسوسیان بهش اشاره میکنه باب 5، تو همه اینها این مسئله خودش رو نشون خواهد داشت و نشون خواهد داد. ولی در مورد مسائل بیرون از خود ما، در واقع محیط اطراف ما، طبیعت بهترین شاهد همین این خلقتی است که الان داریم میبینیم چطور داره طغیان میکنه، چطور رو به زواله. پس کلام خدا از همون ابتدا تا به انتها یه داستانی خداییه که یک خلقتی رو انجام داد و این خلقت با تصمیم خودش، با اراده آزاد خودش مرتکب گناه شد و حالا خدا آنچه را که در گناه ما و طبیعت از دست دادیم از طریق خلقت تازه داره این رو برای ما احیا میکنه، به ما برمیگردونه. خب خدا برنامه جدیدی از خلقت، به قول معروف بگیم که حالا یه چیز جدید نچیده، گفته حالا خب این برنامه به هم ریخت، خب اینو برنامه دور بندازم، پس حالا یه چیز دیگه. و ما میبینیم این تغییر و تبدیل همینجور داره صورت میگیره. آنچه رو که ما وجود داشته در باغ عدن از دست دادیم، خدا داره اینو به ما برمیگردونه. این خلقت مال خداست و خدا میدونه چطور اینو به قول معروف هدایت بکنه. با این تموم بکنم. در دوم پتروس باب 3 آیات 10 تا 13 بسیار زیبا میگه لاکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمان ها به صدای عظیم زایل خواهد شد. بعد ادامه میده. آیه 3 جالبه، میگه ولی به حسب وعده او منتظر آسمان های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. ببینید چقدر زیباست. آمین. در آنها عدالت ساکن خواهد بود. در انتها واقعا میخوام همه ما، من خودم چند بار این باب 65 اشعیا رو خوندم تا خوب متوجه بشم. واقعا خیلی امید در دلم ایجاد شد. تشویق میکنم بینندگان عزیز رو که این متن رو به خصوص از آیات 17 به بعد قشنگ بخونن و خیالشون هم راحت باشه. نترسیم از این تغییر و تحولاتی که در طبیعت داره صورت میگیره. خدا داره چیزایی رو احیا میکنه که من و شما بعداً میوه شیرین اون رو خواهیم خورد و محصولش رو درو خواهیم کرد در واقع. آمین آمین. مهمترین چیز اینه که بدونیم خداوند در کنترله و برگی بدون خواست و اراده اون نمیفته بر زمین. و خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان از توضیحاتی که دادین و مطمئن هستم که دوستان عزیز بینندم بسیار برکت گرفتن. و همونطور که میدونید عزیزان، وقت در واقع سوالات شما هست. میتونید برای ما سوالاتتون رو بفرستید کما اینکه تا الان فرستادید، نظراتتون رو، و همچنین تلفن برنامه بعد از این استراحت کوتاه باز خواهد بود و شما میتونید از طریق تلفن هم با ما در تماس باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. یک استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم با شما خواهیم بود. هر کدوم از ما تو زندگیمون یه سری تجربیات ممکنه داشتیم با خدای خودمون. یه سری اتفاقاتی افتاده بین من و خدای خودم و اون زمان یک کلیکی بوده توی زندگی من و یک احساس خیلی خوشایند که اینکه خداوند وجود داره. به اینها میگن، به این اتفاقات میگن شهادت. این شهادت ها رو اگر ما برای یه نفر دیگه تعریف بکنیم، ممکنه اون شخص دقیقاً در همون موقعیت قرار داشته باشه و با شنیدن شهادت زندگی من بدونه که بله خدایی وجود داره و میتونه بهش اعتماد کنه. برنامه علامت سوال برای این فصل قصد داره که شهادت های شما عزیزان رو به اشتراک بگذاره. میخوام از شما عزیزان دعوت کنم که اگر شهادتی دارید، اگر تجربه‌ای دارید با خدای زنده، حتما برای ما بفرستید تا ما بتونیم در برنامه علامت سوال به اشتراک بگذاریم و بنا کننده و تقویت کننده ایمان تک تک ما باشه.
من تنوز هستم. میخواستم شهادتمو بدم در رابطه با همین برنامه‌تون. حتما این که داشتین میگفتیم واقعا موقعی که تولد روحانی پیدا میکنیم به ایمان قلبی خودم میتونم بگم اصلا از نو بنا میشیم. من در گذشته خیلی گناه میکردم، هیچ چیزی منو، حتی توبه میکردم، امامزاده ها میرفتم، روزه میگرفتم، نماز میخوندم، هر کاری که میکردم اون بار سنگین رو دوش من بود و اون احساس گناه همیشه همراه من بود. ولی موقعی که من تولد روحانی پیدا کردم اصلا متحول شدم و وقتی که کلام خداوند رو شما میخونی، میوه های روح القدس وقتی در درون ما باشه اصلا تمایلی به گناه نداری. وقتی که احکام خداوند رو اطاعت میکنی دیگه اصلا تمایلی به گناه کردن نداری که بخوای گناه کنی و فقط با صراحت میگم این فقط در نجات عیسی مسیح خداوند منجی عالم بشریت هست. این چیزی بود که در من اتفاق افتاده و مدیون خداوندم هستم و دوست داشتم بگم که فقط این معجزه در مسیحیته که اتفاق میفته. بله دوستان عزیز، با شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال. همونطور که در بخش قبلی دیدید در ارتباط با شهادت‌های شما عزیزان من توضیحاتی هم در قبل از در واقع پخش شهادت برای شما عزیزان دادم که اگر شما هم معجزه‌ای در زندگیتون اتفاق افتاده، اگر حالا حتما لازم نیست که معجزه‌ای باشه، در واقع اگر واقعا حضور خداوند رو در زندگیتون به نوعی در هر قسمت از زندگیتون احساس کردید و در اون لحظه متوجه شدید که خداوند واقعا آگاه هست و کنترل داره بر تمام امور زندگی شما، مخصوصا شاید یک مورد به خصوص بوده باشه، دوست داریم که با ما به اشتراک بگذارید. میتونید از طریق صوتی و یا نوشتاری پیغام هاتون رو، شهادت هاتون رو با ما در میون بگذارید و اگر دوست ندارید که اسامیتون هم گفته بشه میتونید قید کنید، ولی حتما بنویسید که برای برنامه علامت سوال هست تا در برنامه برای بینندگان عزیز به اشتراک گذاشته بشه. خیلی ممنون از تک تک شما عزیزان. تلفن برنامه از همکنون باز هست و وقت پرسیدن سوالات شما عزیزان، همچنین نظراتتون. فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. خب خواهر لویز عزیز، بریم سراغ اولین سوال. دوست عزیز ما با نام کاربری پرسشگران فارس گفتن که در سفر پیدایش تورات اومده که حضرت آدم 930 سال زندگی کرد. سوال این هست که حضرت آدم زاده نشده بلکه آفریده شده. سوال من اینه که چگونه سن حضرت آدم محاسبه شده؟ سوال بسیار جالبیه. من تا حالا حقیقتش به این فکر نکردم، ولی خب ببینید از روزی که بر زمین گذاشته شد یادمون باشه که کتاب مقدس به الهام روح القدس نوشته شده و نویسندگان به الهام روح اینا رو نوشتن. نویسنده تورات که میگن موسی بوده، اینها بر اساس شواهدی که داشتن میتونستن بگن که عمرش اینقدر بوده. حالا مقیاسی که بعد از اینکه به اصطلاح آدم آفریده شد و اینها روی زمین زیاد شدن و به هر حال مقیاس روز و شب بود، چون ما در آفرینش در خلقت میبینیم که خدا روزها، ماهها، سالها، فصلها رو، فصول رو گذاشته. به احتمال زیاد اینطوری محاسبه کردن که گفتن این 930 سال عمر کرد. آنچه که میدونیم این انسان به اصطلاح از آدم به این طرف، اینا همشون خیلی
عمر میکردم. ولی من دقیقا اون چیزی رو که کلام خدا میگه میگیرم، چون که اینطور که میفهمم از کتاب مقدس به هر حال آدم نوزاد به دنیا نیومد، رشدی داشته به عنوان اولین خلق انسان به اصطلاح. حالا چطور اینطوری محاسبه کردن حقیقتش نمیدونم، ولی میتونم این رو فقط بگم که چون روح القدس الهام کرده و آنچه رو که روح القدس نوشته اون رو باور میکنم به این شکل. چون به هر حال ما میبینیم که اینها پر میشن، بعد به هر حال در چیزای تاریخی اینها سینه به سینه بعضی چیزها منتقل شده. نمیتونم زیر سوال ببرم این شماره 930 سال، برای اینکه این باور رو دارم که روح القدس هدایت کرده، پس باید اینطور باشه. خیلی ممنون خواهر لویزا عزیز از توضیحاتی که دادین. آقای احمد هم ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه گفتن من فکر میکنم که هر که تازه به مسیح خداوند ایمان بیاره همین شخص هم تولد تازه رو داره و هم خلقت تازه رو داره. نظر آقای احمد هست. میدونم بله. در توضیحاتتون گفتین، آیا مورد خاص دیگه ای هست بخوایم بهش اشاره کنیم؟ من فقط تکرار این مسئله تایید صحبت آقای احمد هستش که بله، وقتی که در مورد خلقت تازه صحبت میکنیم تولد تازه جزشه. اما این رو به شما بگم، وقتی کسی که ایمان میاره همون اول تولد تازه درش صورت نمیگیره. تولد تازه یهویی با یک چشم به هم زدن نیست، یک فراینده. به مرور یواش 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 اون طبیعت کهنه، اثرات و ظواهر طبیعت کهنه که درست نبوده، اینها رو روح القدس دونه دونه از زندگی ما پاک میکنه، کمکمون میکنه بر این طبیعت کهنه غالب بشیم و به عنوان ثمره روح، اون 9 تا ثمره روح که در برنامه‌های قبلی ما به این مسئله اشاره کردیم، اون 9 ثمره روح در واقع اون تولد تازه‌ای است که ما به شبیه مسیح داریم میشیم. هدف تولد تازه اینه که ما رو هم شکل مسیح بکنه و به بلوغ روحانی برسونه. که بله، تولد تازه هم جزء خلقت تازه هست، اما همه چیز اینها یهویی و فوری انجام نمیشه. اینها با همکاری ما با روح القدس، با دعا و بخوایم آزاد بشیم. خیلی موارد میدونید ما یک عادت کهنه، یک چیز کهنه رو تو زندگی داریم، ولی دوستم داریم اون عادت رو، نمیخوایم ازش آزاد بشیم. اگر نمیخوایم آزاد بشیم روح القدس اونجا رو دست نمیزنه. و همیشه میگم خدای مؤدبیه، تا ازش نخوایم هیچ کاری برای ما انجام نمیده. دقیقاً حق انتخابو به خودمون میده. دقیقاً. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز. سوالی رو مسیحای عزیز پرسیدن، گفتن که ضمن عرض سلام گفتن که چطور بفهمم که حکمت دارم یا نه؟ در رساله یعقوب میگه که اگر کسی حکمت نداره بخواد خدا بهش میده. خب حکمت، چون خدا خدای حکیمه، حکمت از خداونده. ما یکی از اون روح‌های هفتگانه که در موردش در عهد عتیق صحبت میشه در واقع و همینطور در خود مکاشفه ما میبینیم که چطور روح القدس در عمل دیده میشه و همینطور بر زمین. ما این مسئله حکمت رو یکی از اون به اصطلاح خصوصیات هست. اگر حکمت نداریم میگه دعا بکنید خدایی که خودش منبع حکمت به شما میده. ما در امثال سلیمان مرتب داریم میبینیم که میگه که حکمت را بجوی، حکمت رو جستجو بکن، دنبال حکمت برو. حکمت چی هست؟ حکمت اون اطلاعات، معلوماتی هست که من و شما هر کدوم ما داریم از همه چیز، از محیط، از خودمون، از همه چیز، از کلام خدا، و این اطلاعات رو چطور ما استفاده کنیم که نتیجه خوب بده.
اون نتیجه ای رو بده که خدا در واقع جلال پیدا میکنه یا خدا منظورش هست. نتیجه درست بده، اون میشه حکمت. شما چطور از معلومات خودتون استفاده میکنید برای نتیجه مطلوب، این میشه حکمت. پس زیادم از خودتون ناامید نشید. احتمالاً اینو دارید. حکمت اینطوری نیست که ما بگیم که حالا خیلی خوب یهویی مثلا مثل یه بسته یا یه چیزی بریم بگیریم حالا وارد زندگیمون بکنیم. نه، این به مرور وقتی که با خدایی که خدای منبع حکمت هست، وقتی باهاش راه میریم، باهاش زندگی میکنیم، در رابطه دو طرفه قرار میگیریم، اراده او رو میشناسیم، اراده او رو میفهمیم، کلامش رو میخونیم، در این رابطه عمیق میشیم، خود به خود این جزء اون به اصطلاح تولد تازه، همین این چیزا هم باهاش میاد. حکمت هم باهاش میاد، به خصوص وقتی که دعا میکنیم برای حکمت، حتما خداوند میاد. خیلی ممنون، مرسی. سوال دیگه ای هم پرسیدن مسیحای عزیز، گفتن که از کجا بدونم که خواندگی من چی هست؟ خب خواندگی شما در وهله اول اینه که فرزند خدا هستید و نماینده او هستید بر زمین. آنچه رو که از شما میخواد اینه که صورت مسیح رو به دور و بریاتون نشون بدید. حالا وقتی میگم صورت مسیح، نه اینکه برید مسیح رو زندگی کنید. آنچه رو که در کلام از شما انتظار میره این رو زندگی بکنید. ما گفتیم یک ثمره روح داریم، یه دونه عطایای روح داریم. همه ما خوانده شدیم ثمره روح رو داشته باشیم، در این هیچ شکی نیست. ولی وقتی که ما به رسالات پولس نگاه میکنیم، به خصوص فکر کنم در افسوسیانه برمیگرده میگه، در قرنتیان میگه بعضی، افسوسیان ببخشید، میگه بعضی را بخشید، انبیا، رسولان یا نمیدونم معلمین، شبانان، اینها. روح هست که تشخیص میده شما چه عطایی داشته باشید. خدا وقتی که ما ایمان میاریم، از روی رحمت و بخششش به قول معروف هدایا میده و این رو بر اساس تشخیص روح القدس میده. چیزی نیست مثلا من بیام بگم خداوند حتما به من عطای شفا بده، حتما به من عطای موعظه بده، حتما به من نمیدونم تعلیم، این چیزا. اینطور نیست. روح تشخیص میده. اگر خودتون نمیدونید که خواندگیتون چی هست، اولا که همه ما خواندگی ما اینه که مسیح رو زمین زندگی کنیم، نماینده درست او باشیم. پولس رسول میگه ما سفیران او هستیم، ما فرزندان هستیم. در وهله اول اینه خواندگی ما، که او رو به دنیای دور و بر خودمون نشون بدیم، معرفی بکنیم، او رو زندگی کنیم، با تغییر زندگیمون به اصطلاح مردم رو تشویق کنیم، مسیح رو بشناسونیم. و اگر نمیدونید خودتون چه عطایی دارید، از شبان کلیسا، از افرادی که با شما در دعا همراه هستند یا مسئول گروه خانگی، حالا هر جایی که شما از نظر روحانی تغذیه میشید، میتونید کمک بگیرید اگر خودتون نمیدونید. ولی اگر کسی از شما سوالی میکنه در مورد کتاب مقدس و شما قشنگ توضیح میدید این رو و شما خواندگیتون تعلیمه، اگر شما گم شده ای رو میبینید و واقعا دلتون میسوزه که این شخص در دنیا تلف بشه، بعد یک دلرحمی و شفقت خاصی دارید برای اینکه این شخص ایمان بیاره به مسیح، اون کاری رو که مسیح تو زندگی شما انجام داده شما میخواید اینم داشته باشید، یه شفقت خاصی در شما هست، پس شما عطای بشارت رو دارید، مبشر هستید. اگر واقعا مثل دل یک پدر همه رو میخواید زیر پوشش بگیرید و همه رو میخواید اداری کنید، به نوعی کمکشون بکنید و در تعلیم درست، در به اصطلاح یک حالت رهبری دارید، پس شما برای رهبری خونده شدید. این زیاد چی میگن معمای بزرگی نیست. به خودتون دقت کنید، به علاقه خودتون، به نحوه عکس‌العمل هاتون نسبت به آنچه که دور و براتون اتفاق میفته، شما متوجه خواهید شد که خواندگیتون، که منظورم عطاتون چی هست.
ولی خواندگی همه ای ما فرزند خوانده شدیم، همه ای ما نمایندگان مسیح خوانده شدیم، همه ما او رو باید در واقع منعکس کنیم برای دور بعد. بسیار عالی، خیلی ممنون خواهر لویزا عزیز. امیدوار هستیم که دوستان عزیزم تا اینجای برنامه برکت گرفته باشن و جواب سوالاتتون رو شنیده باشین. فقط موردی رو دوست عزیز ما با نام کاربری پولس پرسیدن که گفتن که میخواستم شهادتی بدم چطور میتونم. همونطور که اشاره کردم از طریق پیغام های نوشتاری، از طریق واتساپ، وایبر، تلگرام و همچنین این اینستاگرام و فیسبوک میتونید پیغام های نوشتاریتون رو بفرستید. نمیدونم دقیقاً از چه طریقی الان برای ما پیغام فرستادید، از همین طریق میتونید بفرستید و یا اینکه میتونید صوتی بفرستید در واقع پیغامتون رو و شهادتتون رو، و یا اینکه تلفن بزنید از طریق واتساپ. شماره تلفن مخصوصی هست برای دوستان عزیزی که به واتساپ دسترسی دارن، مستقیما میتونید زنگ بزنید به استودیو و شهادتتون رو با ما در میون بگذارید. به هر صورت هر کدوم از این راه ها رو انتخاب کنید، شهادتتون رو اگر برای ما بفرستید فقط ذکر کنید که برای برنامه علامت سوال هست و در برنامه‌های آینده حتما در برنامه به صورت پخش زنده وقتی داشته باشیم برنامه رو، در قسمت برنامه که مشخص هست برای شهادت شما عزیز به اشتراک گذاشته بشه و این برای تمامی شما دوستان عزیزی که دوست دارید شهادت هاتون رو با ما در میان بگذارید. بریم با هم موزیک ویدیویی ببینیم، بشنویم، برمیگردیم در ادامه سوالات با شما خواهیم بود. با ما باشید. بسپار قلبت را، بسپار راحت را. دل بی‌تابه
دوستان عزیز، همراه با شما هستیم با ادامه برنامه علامت سوال و سوالات شما عزیزان. همچنان فرصت باقی است، از طریق راه‌های ارتباطی میتونید سوالاتتون رو با ما مطرح کنید، همچنین درخواست‌های دعاتون رو. همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم و احتمالاً در جریان هستید که در آخر برنامه برای دوستانی که در طول برنامه درخواست‌های دعاشون رو میفرستن در دعا خواهیم بود. سوالی رو آقای مهران مطرح کردن. خواهر لویز جان گفتن که عطیه زبانها عطیه ایمان هست یا عطیه فیض، و اگر روح عطیه ایمان هست چگونه اگر روح عطیه ایمان هست چگونه روح هم دارای عطیه میشه؟ بله، اینقدری که میفهمم ایشون میخوام ببینن که عطای به زبانها صحبت کردن آیا عطای ایمان هستش یا نه؟ بله، درست متوجه گفتن شدم؟ آیا عطای ایمان هست یا عطیه فیض گفتن. اولا که فیض همه چیز فیضه. ما در دوران فیض زندگی میکنیم. فیض یه چیزی نیست که بگیم حالا اینجا فیضه اینجا غیر فیضه. ما داریم تو فیض زندگی میکنیم. اما در مورد عطای زبانها باید این مسئله رو اشاره کنم. این سوال جالبیه اتفاقا مهران جان. ما در مورد عطای زبان دو مورد هست که پولس رسول قشنگ این رو توضیح میده. اولا این عطا به عنوان یک عطای شخصی جزء اونی هست که برای بنای خود شخص هستش. یعنی شخص در طول زندگی روزمرهش تو دعاهای شخصی خودش با خدا این رو برای بنای شخصی خودش به کار میبره. وقتی کسی زبانها رو به زبانها صحبت میکنه، تکلم به زبانها، این رو در دعای روزمره خودش میتونه به کار ببره. این یه چیز شخصیه. اما این مسئله تکلم به زبانها دو جنبه داره. یکیش اینه که هم برای بنای شخصی هم جز عطایا به حساب میاد. وقتی پولس در مورد عطا در مورد تکلم به زبانها به عنوان عطا ازش اسم میبره، اینو تاکید میکنه. میگه اگر کسی هست که این رو ترجمه کنه، عطای زبانها اگر ترجمه نشه نباید صحبت بشه. این رو رسما پولس رسول میگه اگر چون که میگه که این باید تایید بشه. کسی اگر عطای زبانها داره با مسئول جلسه باید این رو اول چک بکنه که آیا اینها تایید میکنن که این الان باید گفته بشه، و اگر مترجمی هست باید ترجمه بشه این چیز. اگه نه پولس میگه که اگر ترجمه نباشه بهتره تو خونه هاتون بشینید و چیز صحبت بکنید، چون یه غریبه وقتی که این رو ببینه گیج میشه و این در چیز نیست. وقتی به عنوان عطا میشه در اون صورت برای بنای بدن هستش، برای کلیسا هستش. پس این مسئله تکلم به زبانها دو جنبه داره. یکی جنبه شخصی هست، برای بنای شخصی در طول زندگی مسیحی روزمره به قول معروف استفاده میشه، ولی وقتی که به عنوان عطا ازش استفاده میشه باید ترجمه باشه اونجا و ایمان هست که داره عمل میکنه اینجا. ببینید میگیم عطای ایمانه. ایمان یکی از عطایاست، تکلم به زبانها یکی از عطایاست، شفا یکی از عطایاست، سخاوتمندی یکی از عطایاست. پس نمیتونیم بیایم بگیم که ایمان برای هر چیزی ما لازم داریم، ولی یک ایمان هست که عطای ایمان شما ایمان دارید دقیقاً برای این مسئله دعا بکنی انجام خواهد شد. اون عطا هست. اگه نه همه ما به نوعی مقیاسی برای ایمان رو داریم. خدا یک اندازه از ایمان رو به همه ما داده، ولی یک ایمان خاص هست که به عنوان عطا میاد. ما نمیتونیم بگیم عطای زبانها عطای ایمانه، در حین اینکه همه اینها از روی ایمان عمل میکنن، ولی در نحوه عمل نمیتونم بگم فرق دارن با همدیگه، ولی ظواهرشون، اون نحوه بروز دادنش فرق داره با همدیگه. تکلم زبانها یک عطاست،
به عنوان عطا برای بدن کلیسا، همونطور که گفتم باید ترجمه باشه. اون وقت ما یک عطای ایمان داریم که خدا یک مقیاس ایمانی رو برای مورد خاص، حالا یا بیماری یا مشکل یا هر چیزی، در دل کسی یک مقیاس ایمانی فراتر از ایمان معمولی خدا میریزه که این شخص میدونه اگر برای این مسئله دعا کنه این مسئله انجام خواهد شد. اون عطای ایمان هستش. عالی، ممنون، مرسی خواهر لویزا عزیز از توضیحاتی که دادین. آقای عزیز هم تشکر کردن، گفتن بسیار موضوع مهم و پربرکتی بود و گفتن برکت گرفتن و همچنین گفتن که چون من هم بعد از نجات و تولد تازه بعد از 10 سال هنوز هم شاهد تغییرات خودم هستم از گذشته و گناهانم که هر روز بهتر از قبل هست و شکر برای خداوندمان عیسی مسیح. آمین. خیلی ممنون، مرسی آقای عزیز از اینکه شهادت خودتون رو با ما در میان گذاشتید و این موضوع رو مطرح کردید. احمد عزیز سوالی پرسیدن، البته از من پرسیدن ولی من ترجیح میدم شما خواهر لویز جان جواب آقای احمد رو بدید. گفتن که خواهر سالی عزیز، تو که یک شخص مسیحی هستی در لندن و من هم یک شخص مسیحی هستم در افغانستان، پس تکلیف من چی هست؟ یعنی من در این قسمت مسئولیت هم چی هست؟ گفتن توضیح بدین در رابطه با مسئولیتشون حالا در افغانستان که هستن خواهر لویز جان. احمد عزیز، من در سوال قبلی بود یا یکی ما قبل این سوال گفتم شما مسیح رو زندگی کنید در هر جا که هستید، لزومی نداره ما جار بزنیم. در محیطی هستید اگر نمیتونید از ایمانتون مستقیم صحبت بکنید، شما میتونید ضمنی بگید و میتونید با زندگیتون طرف مقابل رو بهش نشون بدید که شما چیزی در شما هست که تشنگی در اون شخص مقابل ایجاد بشه و از شما سوال کنه. البته وضعیتتون رو درک میکنم، نمیخوام تشویقتون بکنم در شرایطی که شما هستید و شرایطی که ما هستیم. دقیقاً درست میگید، حالا سالی جان رو میگید، همه ما در شرایطی هستیم که با شرایط شما زمین تا آسمون فرق داره. آزادی رو که اینجا راحت میتونیم بیایم بگیم و اینا، میدونم شما این رو ندارید و واقعا هم براتون در دعا هست. ما واقعا برای افغانستان، برای عزیزان افغانی ما هم در دعا هستیم در کنار عزیزان ایرانی ما. شما مسیح رو زندگی کن، شما مسیح رو زندگی کن، بهتون قول میدم احتیاج نداره بگید. اگر مهربانی که شما نشون میدید، اگر سخاوتی که شما نشون میدید، اگر حکمتی که در حل مسائل نشون میدید، هر کسی باشه برمیگرده میگه احمد جان در شما چیزی هست، من اونو میخوام. سر این کار چیه؟ اگر به شخص اعتماد دارید میتونید بگید. اگر اعتماد دارید میدونید که مشکل برای شما ایجاد نمیکنه. ولی راحت میتونید بگید از خدا خواستم که منو کمک کنه. حالا شهادت زندگیتون رو میتونید بدید. هیچ کس نمیتونه جلوی شهادت زندگی، حالا شما اگه خواب دیدید یا یه جوری با خدا یک ملاقات زندگی داشتید و زندگیتون عوض شده، هیچ کس و هیچ مذهب و چیزی نمیتونه اینو زیر سوال ببره. این اتفاقی برای شما افتاده و خدا مستقیم وارد شده. حالا حکمت، صحبت از حکمت بود سوالی که شده بود. دعا کنید و از خدا حکمت بخواید، به شما میگه تو همون محیط پر از فشار، حالا مذهبی بگیم، سیاسی بگیم، همه اینها خدا به شما حکمت میده. چطور تا حالا دووم آوردید، کماکان باز دووم خواهید. دقیقا همینطور. خیلی ممنون خواهر لویز جان و من هم فقط به تایید صحبت‌های شما، چون آقای احمد حالا من رو مثال زده بودن، این که من یک باور دارم که هر کدام از ما هر جایی که هستیم در واقع فکر میکنم در اون لحظه اون اراده خداست که ما اونجا هستیم و 100% همونطور که خواهر لویز گفتن شرایط ممکنه متفاوت باشه، اما بنا به دلیل خاصی شما اونجا هستید و بنا به دلیل خاصی من اینجا هستم که شاید هیچ کدوم از ما واقعا ندونیم به چه دلیلی هست، اما مهم
اطاعت هست. و همونطور که خودتون در سوالی که پرسیدین مسئولیت من چی هست، این خیلی به نظر من مهمه که شما این احساس رو دارین، این احساس مسئولیت رو دارین. چون شاید ما در شرایط مختلفی متفاوتی باشیم و در به هر حال محدودیت‌های زیادی، ولی وقتی این بار رو شما احساس می‌کنید بر روی قلبتون، مطمئنا روح القدس میتونه داره با شما صحبت میکنه و اون خودش اون بار رو به شما میده. و اون عطایایی رو که صحبت شد، همونطور که خواهر لوئیس گفتن، شاید در اون لحظه عطیه شما این باشه، شفاعت کردن باشه برای خانواده‌تون، برای اطرافیانتون، حتی برای دشمنانتون. و یا اینکه حکمت، صحبت از حکمت شد. من مطمئن هستم که با اون حکمت الهی که خداوند میده و همونطور که خودتون در دعا هستید و به هر حال این حس رو دارید که باید کاری رو انجام بدین، خداوند به شما اون راه رو نشون میده و مطمئنا اون حکمت رو به شما خواهد داد که بدونین که واقعا خواندگیتون چی هست و قرار هست چی کار کنین. من در این شکی ندارم و مطمئن هستم که با اون حسی که شما دارید و چیزی رو که دارید احساس میکنید، در قلبتون باز هست و صدای خداوند رو میشنوید و خداوند بهترین کسی هست که میتونه به شما راه رو نشون بده و در اون راه مطمئنا از شما حفاظت خواهد کرد. من این رو ایمان دارم بهش. به هر صورت ما هم برای شما در دعا خواهیم بود، برای حفاظت خداوند و حکمت خداوند و اینکه صدای خداوند رو بشنوید و به هر حال راهی رو که باید انتخاب کنید رو انتخاب کنید. من یه چیزی اینجا اضافه کنم با اجازهتون سالی حتما، جان. خواهش. اینو بگم که هیچ کدوم از ما احمد جان انتخاب نمی کنیم کجا به دنیا بیایم، کی به دنیا بیایم. این خداست، کجا و کی رو خدا انتخاب میکنه. خدا شما رو در افغانستان گذاشته، لابد یک حکمتی هستش. و خواستم اینو بگم که ما هیچ کدوم حق انتخاب در مورد کشور، محل، زمان اینا نداریم، ولی این انتخاب رو داریم وقتی که خدا ما رو جای قرار داد چطوری زندگی بکنیم. بله همینطوره. خیلی ممنون، مرسی خواهر لوئیس عزیز و همچنین آقای احمد که با ما در تماس بودن و این موضوع رو مطرح کردن. آقای میری، فکر میکنم آقای میری هستن، سوالشون این هست که عروس آدم از کدام قبیله یا گروه یا شخص بوده که ریشش شدیم ما؟ در واقع ما از ریشه اون فرزندان در واقع اون هست. منظورشون چیه؟ من فکر میکنم منظور عروس آدم آیا حواس یا من فکر زن حوا رو منظورشونه، حالا دقیقا نمیدونم متوجه کدوم قبیله بوده. سوالشون این هست، قبیله یا گروه و یا شخص. احتمالاً شاید زن قائن رو خواهند گفت. در مورد حوا میدونیم که اصلا اون زمان قبیله اینا که هنوز به وجود نیامد. قبیله وقتی میگیم یعنی یه گروه مردمی، ما هنوز گروه مردمی نداشتیم و وقتی که گفت بارور و کثیر بشید اینا پخش شدن تو منطقه بین النهرین به اصطلاح. بعدها میبینیم که وقتی که از باغ عدن رانده شدن تو اون منطقه، بعد میبینیم که اینا تمام منطقه رو به قول معروف پر میکنن. زمان نوح که میشه دیگه اونقدر زیاده که مسئله ما میبینیم شهرها رو اسم میبره. وقتی تعداد زیاد میشه قبیله مطرح میشه. قبیله نمیتونه از یک نوع فقط باشه، ما اون یک نوع رو نمیتونیم بگیم قبیله. اما در مورد حوا اگر منظورتون حوا باشه، باید این رو بگم که خب میدونید در کتاب پیدایش که چطور خداوند از دنده چپ آدم وقتی که خوابیده بوده او رو میکشه، چی میگن، خلق میکنه، از دنده آدم حوا رو خلق میکنه. ولی ما در باب 4 پیدایش، حالا اگر حوا نباشه منظور شما، منظورتون عروس به عنوانش زن قائن یا هابیل، البته ما از هابیل، زن هابیل ما چیزی نمیبینیم چون هابیل رو قائن میکشه، ولی وقتی که بعد از کشتن میشه در باب 4 ما اونجا وقتی که قائن قتل میکنه میگه که
یه گفتگویی هست اونجا آیات 13، یعنی بعد از اینکه بهش میگه که چیکار کردی، برادرت داره از زمین فریاد میکنه، الان تو ملعون هستی و این زمین هم به اصطلاح به خاطر تو ملعونه، پریشان و آواره در جهان خواهی بود. قائم به خدا میگه که عقوبتم از تحملم زیاده. جالبه، بازم اینا میگه دیگه خیلی برای من تنبیه سختی در نظر گرفت. الان میگه هر کس امروز منو روی زمین تو متروک کردی، هر که منو ببینه منو خواهد کشت. خب بعد ادامه میده، میگه خدا روش یک علامتی میذاره. حالا میگه که هیچ کس هر کی قائن رو پیدا کرد چیز نشه. آیه 16 میگه پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت و در زمین نود که در واقع به عبری به معنی سرگردانه. حالا اگه محل بوده نمیدونم، ولی چون بهش کتاب پیدایش موسی داره نقل میکنه چیزی رو به الهام روح القدس. حالا این شهر نود، زمین نود که میگه به طرف شرقی عدن ساکنه، سرگردان اونجاست. خب آیه بعدی میگه و قائن زوجه خود را شناخت. و اینجا میبینیم که قائن زن داشته. حالا این خواهر بوده، فامیل بوده، هیچ چیزی در این مورد ما نمیخونیم، نمیبینیم، فقط اینو میدونیم که هست، این شخص وجود داره، عروس وجود داره اینجا. از چه قبیله بوده، از چی بوده ما نمیدونیم، ولی این حدسو میزنم چون میگه به طرف شرقی عدن ساکن شد، پس اونجا بود که بعد احتمالاً ازدواج کرد و زن خود رو شناخت. پس این شخص، این عروس چیز میتونه از قسمت شرقی عدن باشه، از نود باشه. دارم بلند فکر میکنم و نمیگم حتما همینه، تلویحی اینطور میتونم، چون میگه که زوجه خود را شناخت پس حامله شده، خنوخ را زایید و خنوخ میگه شهری بنا کرد و شهری بنا میکرد و آن را به اسم پسر خود، منظور قائن داشت شهر بنا میکرد. و میبینیم که وقتی که این آفرینش انسان صورت میگیره، همون فرمان خداوند که گفت بارور و کثیر بشید و زمین رو پر بکنید، این داره انجام میشه، این داره میره. حالا فاصله ها چند ساله چطوره نمیدونم. کارشناسان دقیق کتاب مقدس، اونایی که خیلی متخصص چند باب اول پیدایش هستن، شاید بهتر بتونن به این سوال جواب بدن، ولی اینطور که ما میفهمیم از عروس آدم ما فقط این رو داریم و بعد شیس رو داریم، پسر آدم، که بعد از اینکه از باغ عدن رانده شدن شیس به دنیا میاد که در اونجا میگه خدا یه نسلی دیگه به من داد به عوض هابیل که قائن او را کشت. یعنی از هابیل پس نسل نبود، پس هابیل ازدواج نکرده. اینو میفهمیم برای اینکه شیس رو میگه به جای هابیل. ولی بعد در مورد قائن فقط این رو داریم که میگه زوجه خود را بشت و ازش خنوخ به دنیا اومد. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز عزیز از توضیحاتتون. خانم زهره هم ضمن عرض سلام و تشکر گفتن من هم از زمانی که ایماندار شدم واقعا این خلقت تازه رو دریافت کردم و این فرایند رو آرام آرام با برکت روح القدس دارم و تغییر اون میبینم. خیلی ممنون، مرسی از تک تک شما عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. یک تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه سوالات با شما خواهیم بود. SAT7 پلاس، اپلیکیشنی مدرن با امکانات متعدد برای دسترسی سریع و آسان به برنامه‌های تلویزیونی، قابل نصب بر روی تمامی تلفن‌های هوشمند و همچنین در اپل تیوی و تماشای زنده تمامی کانال‌های SAT7 به زبان‌های فارسی، ترکی و عربی، همراه با آلبوم‌ها و فایل‌های صوتی و همچنین مجموعه‌های پادکست.
قابلیت دانلود و ذخیره سازی برنامه‌های مورد علاقه و اشتراک گذاری آنها در صفحات اجتماعی. تأسیس نامحدود حساب‌های کاربری با تنظیمات شخصی و قابلیت فیلترینگ برای کودکان، همراه با سیستم جستجوگر سریع و پیشرفته برای سهولت در یافتن برنامه‌ها و قسمت‌های مورد علاقه شما. دسترسی به جدول پخش روزانه و هفتگی برنامه‌ها. اپ سات 7 پلاس همیشه و همه جا همراه شما. بله دوستان، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال و سوالاتی که مطرح شده. فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید. در دقایق آینده برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. خواهر لویس جان، پولس عزیز خیلی تشکر کردن از برنامه و گفتن که بسیار برکت گرفتم. واقعا این برنامه امشب به من برکت داد. خیلی از شما تشکر کردن. ممنون هستیم از شما آقای پولس و خدا رو شکر میکنیم برای اینکه برنامه برای شما پربرکت بوده. آقای حسن همچنین، مارتای عزیز، آوای عزیز، آقای پیمان و زهره عزیز و تمامی شما دوستانی که با ما همراه بودید و نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان. سوال دیگه مطرح شده از دوست عزیز ما با نام فکر میکنم مریم عزیز هستن که پرسیدن چرا بعضی از آرزوهای انسان برآورده نمیشه و مطابق دل او اتفاق نمیفته و اینکه در کتاب‌ها نوشته شده روح خدا خودش در انسان دمیده میشه، پس چرا هرچی دلمون میخواد انجام نمیشه؟ مریم جا اینطوری بود، باور کنید اگر اینطور بود و هرچی دلمون میخواست و انجام میشد که دیگه قصه ای نبود، چیزی نبود. فکر میکنم این آرزوی همه انسان ها باشه که هرچی دلشون میخواد داشته باشن. ولی خب واقعیت اینه که قرار نیست خدا غول چرا قرار چی میگن چیز علایدین باشه برا ما و هر چی که ما میخوایم برا ما انجام بده. واقعیت اینه که خداوند خلقتی رو انجام داده، ما رو بر روی این خلقت بر روی این زمین گذاشته و همه امکاناتی که بتونیم درست زندگی بکنیم در اختیار ما گذاشته. ما قبل از اینکه ما انسان آدم حوا آفریده بشه، خدا اول همه طبیعت رو آفرید. هر چه که انسان از میوه، سبزی، نمیدونم آب، غذا، اینا هر چی که احتیاج داشت در اختیارش گذاشت. خب ما با منابعی که در اختیار داریم قرار درست زندگی بکنیم. قرار نیست هر چی دلمون میخواد انجام بشه. باور کنید اگر نمیدونم شما فیلم بروس اولمایتی رو دیدید یا نه، این بروس چی میگن قادر مطلق، بسیار جالب. البته زیاد صحنه‌های جالب نداره توش بعضی جاها، اما یک مورد هست که اونجا این خسته میشه از جواب دعاها، برمیداره همه چیزا رو جواب آره میده و چه اختشاشی صورت میگیره و بعضیا رو همه رو میگه نه، بعد چه اختشاشی. ببین اگر انسان جای خدا باشه اختشاش ایجاد میشه. همون بهتره که خدا باشه و ما انسان باشیم، برای اینکه حقیقتاً خیلی جاها از روی رحمت خودش حتی اجازه نمیده که جواب دعای ما داده بشه، برای اینکه لزوما ما هر چیزی رو که میخوایم لزوما همیشه درست و خوب نیست، چون ما الان رو میبینیم ولی آنچه که خدا در جلوی چشم خودش داره یک تصویر بسیار بزرگ از گذشته زمان حاله، برای اینکه خدا محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست. آنچه که در جلوی خودش به عنوان چیزی که داره میبینه با اونی که من و شما میبینیم زمین تا آسمون فرق داره. پس بنابراین از روی حکمتش خیلی وقتا خیلی چیزا رو نمیده. خدا احتیاجات ما رو به ما میده، نیازهای ما رو به ما میده، درست آنچه که حقیقتا احتیاج داریم. تو دعای ربانی چی میگه؟ میگه که نان کفاف امروز ما رو به ما بده. خب
آنچه رو که به عنوان زندگی درست احتیاج داریم اون رو به ما میده. ولی اگر قرار همه درخواستای ما رو بده، نه. این دیگه چی میگن، ماشین جکپات نیست که بخوایم سکه بندازیم و هر چقدر خواستیم پول از توش بکشیم بیرون. اینطور نیست. خدا بلیت چی میگن بخت آزمایی و یا نمیدونم از این چیزای لاتری نیست حقیقتشو بخوای. و از روی حکمتش ترجیح میده خیلی چیزها رو به ما نده. و منم حقیقتشو بخواید بعدها آدم وقتی که میشینه فکر میکنه میگه که او چه خوب که اینا نداد. دقیقاً. اینکه قرارم نیست همه و هیچم وعده نداده که همه آرزوهای ما رو میده. درسته. بله، علیرغم خیلی روح خدا رو مهمه داشتن. که بدونیم. همونطور که شما گفتید خیلی وقتا ما چیزایی رو میخوایم که شاید حالا نه فقط برای خودمون خوب نیست، برای بقیه هم خوب نباشه. و اگه قرار باشه که تمامی این اتفاقات بیفته، همونطور که اشاره کردین، همه چیز در هم میشه و مشکل خیلی خیلی زیادتر از اینها خواهد بود. من فکر میکنم فقط فرصت باشه یک سوال دیگر رو بپرسم. خواهر لویزا عزیز که خانم سمیه پرسیدن، گفتن که آیا امکان داره که ارواح مردگان بتونن شاهد اتفاقات دنیا باشن و آیا یک ایماندار که تولد تازه داشته میتونه توسط ارواح پلید تسخیر بشه؟ خب این سوال خودش چند تا قسمت داره حقیقتشو بخواید. یکیش قسمت ارواح مردگانه، بعدم که آیا یه ایماندار. سعی میکنم موقعی که فقط 2 دقیقه اجازه... بیشتر فرصت نداریم. ببینید مردگان اسمشون روش هست، به عالم مردگان وارد میشن و به ابدیتی که براشون تعیین شده وارد اون ابدیت میشن. چون جسم میمیره وارد اون دنیا میشه، ولی روح همیشه زنده است. پس روح به عالم ارواح میره. اتفاقات دنیا رو اینا نمیتونن ببینن، چنین چیزی امکان نداره. ببینید میتونن به یاد بیارن از آنچه که در شواهدی که داریم در کتاب مقدس. اون مسئله ایلعازر و اون ثروتمند، این شخص ثروتمند به یاد آورد برادراش اونجا هستن، ندید، اینها نمیبینن ولی اینها به یاد میاد و اتفاقات دنیا رو نمیتونن هم نقشی داشته باشن، شاهد باشن، ببینن. قسمت دوم سوالتون تو اول تسالونیکیان 5 آیه 23 ما میخونیم که انسان جسم و جان و روحه. انسان یه موجود سگانه است. باز در رومیان 7 میگه که ما میدونیم که در چیزی رو که میخوایم انجام بدیم انجام نمیدیم، اونی رو که نباید انجام بدیم انجام میدیم. پس در درون ما یک کشمکشی هست. پس اونچه رو که نمیخوایم، میگه که فاعل ما نیستیم بلکه اون گناهی که در ما عمل میکنه اون هستش. ببینید روح القدس در ما ساکنه. این روح خداست که متعلق به خداست. روح پلید در قسمت جسم و جان. و یک شخص ایماندار نمیتونه، میگه 2 تا آقا رو نمیتونه خدمت بکنه. یا شخص مگر این که شخص ایماندار با آگاهی، با اجازه خودش، با اختیار خودش بخواد که توسط ارواح پلید تسخیر بشه. یعنی روح خدا رو پس بزنه، همونطور که کلام میگه که محزون کنه یا اینکه لغزش بخوره، نخواد اصلا در اطاعت از روح باشه، در اون صورت آماده هست، آسیب پذیر از این نظر که بتونن این رو به اصطلاح. اگه نه، برای یک ایماندار نه، نمیتونه. اگر یک شخصی پر از روح خداست امکان نداره که روح خدا و روح پلید با همدیگه در یه جا ساکن بشن. اما این امکان هست اگر در زندگی درست، در چیز یعنی توبه درست نباشه، نجاتش درست نباشه، به قول معروف یه جای کاری ایراد داشته باشه و خیلی خودش. ممنون. مرسی خواهر لویزا عزیز. ببخشید دیگه خواهش میکنم. مرسی، ممنون از توضیحاتی که دادین. اما وقت دعا هست برای عزیزانی که در طول برنامه سوالاتتون رو، درخواست‌های دعاتون رو در واقع فرستادید. با هم بریم دعای ربانی رو بشنویم، برمیگردیم برای دوستانمون در دعا خواهیم بود. با ما باشید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهایمان ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. عزیزان متحدن با هم در دعا باشیم برای دوستانمون. خواهر لویز جان خواستن برای نسرین، برای اقامت و مسائل مالی نسرین در دعا باشیم. همچنین پیمان عزیز خواستن برای ازدواجشون و همچنین آزادی کشورمون ایران در دعا باشیم. پولس عزیز خواستن برای برادر ناصر دعا کنیم چون سکته کردن و دست راستشون از کار افتاده. آوای عزیز خواستن براشون در دعا باشیم که آرامش بگیرن چون گذشته تلخی داشتن و از مذهب ضربه زیاد خوردن. زهره عزیز خواستن برای خواهر لونسز اگر اشتباه نکنم برای شفای دیسک کمرشون و درد پاهاشون در دعا باشیم و به طور کلی دعایی داشته باشیم برای عزیزانی که در بند هستن و همچنین عزیزانی که افراد خانوادهشون و عزیزانشون رو از دست دادن. خواهر لویز جان 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگه لطف کنیم برای عزیزان در دعا باشیم. وای برای این 1 دقیقه خداوند، این 1 دقیقه ما رو تو حسابی کش بیار. در نام عیسی مسیح زنده حقیقتا امروز دعا میکنم خداوند تو مرکز زندگی این عزیزان، مرکز این لیست دعا باش. دعا میکنم ای خداوند حقیقتا این عزیزان مخصوصا در ایران خداوند آزادی ایران میطلبیم. برای عزیزان داغدار دعا میکنم، برای عزیزان مریض دعا میکنم، برای عزیزانی که حقیقتا این خطر درست در بغل گوششون هست. به نام عیسی مسیح زنده این لیست دعا رو به حضور تو میذاریم و حقیقتا میخوایم که ای خداوند لیست دعا رو هر در نقطه احتیاجشون ملاقات کنی. همینطور خداوند آزادی تو و عدالت تو خداوند بر ایران و بر ایران زمین انجام بشه. همه اینها رو در نام پدر یگانه تو آمین. 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 خیلی ممنون خواهر لویز، مرسی واقعا از اینکه در برنامه بودین. میدونم که به هر حال فرصت خیلی نبود، اما به دوستان عزیز بیننده همونطور که میدونید درخواست های دعا حفظ خواهد شد و حتما برای شما عزیزان مفصلا در دعا خواهیم بود. تشکر میکنم از شما خواهر لویز جان. به امید خدا در برنامه‌های آینده باز در خدمت شما خواهیم بود و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا آخر برنامه امروز هم با ما همراه بودید. تکرار برنامه امروز رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنیم. بر روی اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال برنامه رو میتونید ببینید، بر روی یوتیوب استارسن پاس و همچنین بر روی کانال تلگرام علامت سوال. در طول هفته میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی، از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام. نظری دارید، صحبتی دارید، سوالی دارید، حتما با ما مطرح کنید. شهادت هاتون رو فراموش نکنید، حتما بفرستید. در طول برنامه حتما با دوستان عزیز در اشتراک خواهد گذاشت. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدارتون باشه.